خورشیدی تابان یافتم در سایه دستی پدر، وقتی درخشان یافتم در سایه دستی پدر. در کوچه باغی زندگی، در دل چراغی زندگی، پیوندی ایمان یافتم در سایه دستی پدر. هم قسمت شام و سحر، هم صحبت شمس و قمر، من حرف قرآن یافتم در سایه دستی پدر. آشنگی رویش در نظر، آهنگی رازش در جگر، گنج فراوان یافتم در سایه دستی پدر. در سایه دستی پدر، در سایه دستی پدر، من حرف قرآن یافتم در سایه دستی پدر. در سایه دستی پدر، در سایه دستی پدر، وقتی درخشان یافتم در سایه دستی پدر. پیوندی ایمان یافتم در سایه دستی پدر. پیشی کس خارم نکرد، بهر خس زارم نکرد، اقبالی دوران یافتم در سایه دستی پدر. محتاجی نامردم نکرد، از عمر دل سردم نکرد، آرامش جان یافتم. السلام علیکم دوستان، بیننده ها، تماشابینان عزیز. امروز جمعی تبریکاتی شهنان در دهه آهلیک در طرفخانه بنیاد ششلیک برای تبریک کردن یکی از آن پیران دهه سعدی بابا که باغ زیبا را برپا کردند و البته خداخواهد در بهار در مهمان این باغ میشه. امروز باشد در جشن زادروزشون برای تبریک آمدیم. با آغاز میکنیم. السلام علیکم مهمانان، پدر و مادران عزیز، خوش و تباران. السلام علیکم سعدی بابا، زادروز مبارک. روز تولد را مبارک باد میگویم. برایتون انت خرسک زمین پشنبه تکلیف کنیم، بید میاریم با نزدیکتر. مرحمت. سهران خالا شما هم میان شما نزدیکتر استید. مرحمت. شما هم خیلی السلام. سعدی بابا، امروز روز تولدتان مبارک باشد. با اولاد خجسته را برایتان مبارک باد میگویم. روز شکرانه‌تان مبارک. بگذار 120 ساله شده در همون دامان نکوه که برپا کردید یک باغی زیبا و شینم، یک باغی که یک پرچه از جنت است. بگذار در همونجا پیری خیرتمند شده، در سر فرزند و نبیره ها دعاگوی شده گشته، همراهی زهرا خاله دمی پیری و دولت پیری را دیده گشتند. حاجی بابا و حاجیانه شدن برای شمایان نصیب کنند. امروز سعدی بابا چی فکر میکنیم؟ انا کی اومدیم شما تبریک کنیم؟ انا همه دخترم ده. البته از نام نرگیز آیتی فرزندی مسافرتان، از نام نبیرتان، از نام کامرانکش ما را نیز تبریک میگوییم. گفتم پدرم تاجی سرم، شاه سلطان خاندانم. پدر عزیزم زادروزشان است. من امروزم من یادشان بایستاده نتانستم. از پس تشویش زندگی، کار، مسافری بگشتم، دیگه گنده یاد کردم دوری بچگیام که بیغمی زندگی بود. هر آن چیزی که میپرسیدیم دادا جانم برای ما مهیا میکردن و هر بار از مسافری گردم اگر وطن با اولین شدنم باغشان با میروم، چون گفتم با غبارهای دل میبراید. خدا کند که 120 ساله شوند، دعاگوی سری باشته گردم. یک تا شعر است:
خودی برای پدر من نوشته که برین همنا دادیم با خواندن تایید گفتن از زمین نرگزایتی برای شما میگویم پدر تو کوهی بر آسمان ما کوه پاره ایم تو قله بلندی و ما همچو پاره ایم بیرون شدن زیراهی تو بر ما فلاکت است تو مثل راهی آهنی ما چو قطاره ایم در فکر زندگی ما آب و ادا شدی تا ما شدیم و پا تو خود دردی پا شدی سر تا به پا پندی و دنیای حکمتی به مثل بر بزرگی و فیض و سخاوتی چون تیره ماه میدهی تو آخرین ثمر ای باغبانی عمر ما بر ما غنیمتی بگذار همیشه صحت سلامت باشید سعدی بابا من شما مهنت میکنید مهنت این شرف است با یک دست خودتان علم و کوهستان را آباد کردید انسان از خودش باید باغ گذارد شما البته از خود یک باغ کلان برای فرزندان تیار کردید بگذار علمون در باغ همراه مادر عزیز دعاگوی خوشبخت خرسند شده گردید زاد روزتان مبارک باشد روزی خرسندی را بار دیگر مبارک باد میگوییم و امروز که جشن زاد روز است و میخواستیم یک جای سعدی بابا شیرینی رو بریم و از آن تناول کنیم امروز من راستی بالای تارپش هم گذاشته زهرا خدا من وای 30 سال بود باور نکردم شما راستش هم بگید حالی چند سال است سعدی بابا 16 سالمه 16 ساله الان 16 ساله بریم فقط شیخ بگذار الان خیلی جوانی صحت سلامتی شما ترک نسازد زاد روزتان مبارک باشد شیخی میکنه و هر سال الان خیلی آماده شما تبریک کردن نصیب کند و فقط الان باغتان گل شکوفا شده مردی خیرتمند شده الان باغبان شده گردید بر همه زاد روز مبارک باشد Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. مبارک باشد زهرا خانه داره چما این جایا کار بگیرید کار دارم من کار Понедельник Смотри, Сади, или среду, мне без разницы приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать. مبارک باشد زاد روز مبارک زهرا خانم امروز ساعت چند با تبریک کردید سعدی بایا سحر ساعت 4:05 پیش از نمازی بامداد اکتاق شرکت تبریک کنیم مرحمت السلام علیکم میمونکو خوش آمدیدتان منم خجینم لیم صد فتران سری مون به همیشه ساخ و سلامت مرکای دراز دیده گردم نویره چویره ها نصیب کند لیم با همه خیلی مرکای دراز کردید سری مون همیشه ساخ کردم رحمت سلامت باشم آی بگم خودتان یک تا سر میکنید و همه دوام میکند مرحمت همچه بس سلام علیکم میمونان کرامی امروز سببچی اکم الهیم صد بدریم حضور نیوروی بچه‌های همه حضور حلوت شدیده گردن سری ما فقط ساق باشه اکا جان ساق باشه سلام باشه و درسته السلام علیکم مهمانان و میزبانان من امروز خانواده سعدی بابا مهمانم از شهر سمرقند یک سعدی بوغی است نیورشون ما خدا خواهد که این کدگی برکه یافتگی یک آیلی ناز اینا ما این آیله منتدار ما انامی آیلی ما
نامی محلی کفترخانه نامی نایمگاه اولش حرمت کردم اینجا اومدیم حرمت رو سزاوار شدیم عمری دراز اسکی فرا کمپیرشون کتی قشتی خری کده ایرویم سالهای سال امور دیده همه وقت نیوره ایوره چیوره همیشه قطار کده همین نامش عدیش شیر کده 125 به درونو الهی بولشه و الکر بینم رحمت هماتان بود الهی وقتمون بسیار سلامت کرده ماشونه نفس بینه الهی من ساعت بداریم سلام با چی بود؟ یک گمبوری همین گردم دقیق گپ نیستیم ما هزار رحمت سلامت باشن ما قریب 2-3 بار خاندان سعدی بابو مهمان شدگی انسانی باغبان رقصیدن و خوش شخصیتی نظم میبینن و بگم یک جای یک سرود مانه و بگم هم یک جای می رقصن و خورسندی میکنن زادروز رو با یک درجه اعلا میگذرانیم بار دیگر مبارک باشد مادران مرحمت همراه میشویم زادروز مبارک روزا دوست داشتنی تر شد وقتی دنیا اومدی تو نقاشی دنیا رنگ زیبا تو زدی تو یه سالی تو همین روز شکفتی گل من روز میلاد تو حک شد روی تخفیم دل من امشب شب توز خنده مال لب توز وقت تو با تب توست تو که خود عشقی تولدت مبارک تو هدیه بهشتی تولدت مبارک تو که خود عشقی تولدت مبارک تو هدیه بهشتی تولدت مبارک تولدت مبارک اینک بیننده های عزیز امروز ما سعدی بابا را در روز خورسندی زادروزشان تبریک کردیم لحظه های بهترین را همراه شمایان به هم دیده با ما باشید با شبکه شهر